سلام، من دکتر عمادی هستم، دکتر داروساز، مشاور پوست مو مکمل و امروز میخوام یک سری از تجربیات زیبایی رو که زندگی من رو تحت تاثیر قرار داد برای شما اینجا صادقانه مطرح کنم، چون ممکنه برای خیلیاتون پیش اومده باشه، راه حلش رو ندونید یا ممکنه در آینده حتی براتون پیش بیاد. پس توی این ویدیو با من همراه باشین که کلی قرار نکات جذاب بهتون یاد بدم. یکی از تجربیات من که با خیلی از شما دوستان میتونه مشترک باشه در مورد جوش صورتمه. من یادم ترمای 3 و 4 دانشگاه بودم، فکر می‌کنم مثلا همون 21-22 سالم که بود، جوشای خیلی زیاد و وحشتناکی من روی صورتم داشتم. یه سریش هم از نوع کیستیک بود، از این جوش بزرگا که توش پره به اصطلاح چرک و عفونت. و علتش هم خودم میدونم چی بودش، به خاطر اینکه من تازه شروع کرده بودم به آرایش کردن. اون زمانم یادم برند مک لوازم آرایشش خیلی مثلا محبوب بود توی ایران و ما دخترها همه میرفتیم مثلا لوازماش مک می‌خریدیم. کرم پودرش خیلی سنگینه. من اینو زدم به صورتم و بعد یه مدت این جوشا روی صورت من پیدا شد. هر یه دونه جوشی هم می‌زدم جاش چال میشد رو صورتم، یعنی قشنگ یه عالمه اسکارم داشتم. یعنی انواع جوش رو صورت داشتم، یه عالمه اسکار و چال داشتم با لک‌های جای جوش. بعد از چند ماه دیگه به خودم گفتم دیگه اینا رو حتی با آرایش هم نمیتونی کاور کنی با همون کرم پود و خواستم برای درمانش اقدام کنم. رفتم پیش یه متخصص پوست خیلی معروف تو تهران. ایشون برای من یه نسخه نوشت که توش هم آنتی بیوتیک خوراکی بود، هم یه سری محلول دستسازی، سری برام فرمولاسیون نوشت. رفتم داروخانه اونا رو برام درست کرد و نسخه رو گرفت. ولی هیچ وقت این دکتر از من نپرسیدش که تو چیکار داری میکنی که این جوشا رو داری میزنی، چه غذایی رو بخوری، چه چیزایی رو رعایت بکنی. اون موقع من تازه دانشگاه رو شروع کرده بودم دیگه، هنوز درسی نخونده بودیم که با سواد خانم دکتر بشیم، ترمای خیلی پایین بودیم. من نسخه رو گرفتم از داروخانه و شروع کردم محلولا رو زدن. یعنی نگم براتون اینقدر صورت من با این محلول ساختنی و قرمز شده بود، وحشتناک شده بود. من یه ماه اینا رو میزدم صورتم که بهتر نشده بود، بدترم شده بود. این آنتی بیوتیک هم هر روز باید میخوردم. خیلی هم از آنتی بیوتیک بدم میاد، به خاطر اینکه با خوردن آنتی بیوتیک به مدت طولانی بدنت مقاوم میشه اون میکروبا نسبت به اون دارو. خلاصه دیدم خوب نمیشم و یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه رو یه بار دیدمشون، یکی از دوستان بود، اون یادم بود تخصصی روی فرمولاسیون کار میکرد. به من گفت چقدر صورتت قرمزه، چرا این شکلی شده و صورتت و اینا؟ گفتم آره این نسخه رو این دکتره بهم داده، دارم میزنم بهترم نمیشم اصلا. بعد نگاه کرد گفت وای چرا این اکتیو رو تو این داده بهت، اینا خیلی پوستو اذیت میکنه، بیا من خودم دارو ترکیبی درست میکنم بهت بگم که چی خودت برو تو داروخانه درست کن بر خودت استفاده کن. گفتم باشه. خلاصه اینکه اون چند تا فرمولاسیون رو برای من نوشت و دارو رو درست کردم و شروع کردم استفاده و واقعا توی یه ماه پوستم اصلا معجزه‌آسا تمام جوشام خوب شد. اصلا یکی از علتایی هم که وارد بحث‌های داروهای ترکیبی شدم این بود، به خاطر اینکه معجزه اون فرمولاسیون رو پوست من باعث شده بود که تمام جوشام خوب بشه. این شد که اصلا اون بحثا رو یاد گرفتم، بحث‌های داروهای ترکیبی رو، و همون فرمولی که باعث جوشای خودم خوب بشه رو الان خودم توی مشاوره‌هام برای بچه‌ها استفاده می‌کنم. اونام نتایج خیلی خوب گرفتن. یه مقدار حالا جای جوشا اسکارامون که باز بالای بردار رفت و یه تک و توکایی هم که مونده بود، رفتم یه جلسه لیزر سودو فرکشنال کردم که خیلی خوب بود، انجام دادم. جای لکم هم که با همون لایه بردار رفته بود. تک و مکایی هم از بچگی داشتم چون پوستم خیلی سفید بود. اون موقع مثلا زمان ما خیلی برای پوست حالا مثلا یادمون نداده بودن که چجوری مراقبت بکنیم و اینا. من نه ضد آفتابی میزدم تو دبیرستانم نه چیزی، پوستم هم سفید بود، یه عالمه اینجا هم پر کک و مک بود، فریکل بود، که اینا رو میام با زمانی که داروهای ترکیبی رو شروع کردم با همون لایه بردار و روشن کننده تمام لک و کک و مک و اینا رفتن. این پوست که میبینین دیگه، حالا این نتیجه از اون سال تا الانه که دارم مراقبت میکنم و محصولات که خودم آماده میکنم و استفاده میکنم. دومین چیزی که مطمئنم باز خیلی از شما دوستان تجربهش کردین، ریزش موه، حالا چه خانم چه آقا. یکی از دلایل ریزش مو تو اکثر ماها، نه تنها ایران، تو کل دنیا، کرونا بود. یعنی من این ویروس کرونا که اومد، چون دکترم بودیم، جزو اولین کسایی بودیم که واکسن زدیم، ولی من نمیدونم چرا انقدر من موهام به شدت ریزش وحشتناکی پیدا کرده بود. حالا عوارض واکسن، عوارض خود کرونایی که گرفته بودم، چون تو محیط داروخانه بودم، در معرض ویروس بودیم، خب 2-3 بار اینو گرفته بودم و ریزش مو خیلی اذیتم می‌کرد. من برای درمان ریزش مو از محلول گیاهی استفاده کردم. محلول گیاهی موی من معجزه درمان انواع ریزش موه، یعنی این اثبات شده است. تونستم و موفق شدم اون ریزش مو رو به حداقل خودش برسونم با اون
اون محلول مو. کنارش هم یه سری مکمل‌ها خب استفاده کردم که بی تاثیر نبودن. مکمل‌های مثل یونیزینک بود، فولیکوژن بود. فولیکوژن مثلا خیلی به من کمک کرد، ایرانی هم از، قیمتش هم خیلی پایین و مناسبه، کنار محلول موی گیاهی، و واقعا نتیجه گرفتم. خیلی راهکار خوبی بود واسه درمان ریزش مو. اما آخرین تجربه تقریبا میتونم بگم وحشتناکی که داشتم، اما خب یه نتیجه خوب داشت، میگم چرا. تزریق فیلر زیر چشم. اونم 2 بار این اشتباهو کردم و هر 2 بارم 2 تا تجربه خیلی بدی برام بود. اولین بارش باز همون ترمای پایین دانشگاه بودم، هنوز وارد داروهای ترکیبی نشده بودم. بعد من چشمای درشتی دارم، خب به خاطر همین این بودی دور چشمی که دارم یه سایه میندازه، یه حس تیرگی به دور چشمم میداد. منم که دنبال اینجور خوشگل بازیام. یه متخصص پوست دوست بودم باشه، خانم دکتری بود. اون موقع تازه فیلر میلرای زیر چشم اومد، گفت بیا من برات فیلر زیر چشم تزریق کنم. ما هم رفتیم مطب دوستمون و برای ما فیلر زیر چشم زد که بیا این خیلی خوبه و اینجوری و اینا. میگم منم خیلی ترمای پایین بود، بلد نبودم. برام تزریق کرد. اشتباهی که کرد، برداشت فیلر زیر چشم منو الانسه زد. میدونین الانسه رو که ممنوعیتش دقیقاً برای دور چشمه، یعنی چیزی که ممنوع بود و اشتباه یاد گرفته بود، برعکس اومده. حالا نمیدونم دشمنی داشته نیتش چی بوده، واقعا بی‌سوادی کرده، واقعا نمیدونم چه یه همچین خطای بدی کرد. فیلری که نباید زیر چشم میزد و برای من زده زیر چشمم و من هولوش 4-5 بار رفتم آنزیم زدم و این فیلر همچنان زیر چشم من مونده و با یه التهاب سینوس این باد میکنه میزنه بیرون. یعنی هنوز که هنوز بعد از 10 سال 15 سال من نتونستم این مشکل رو حل کنم. خیلی مراقب این فیلر باشین. خلاصه نگم برات که با داروهای ترکیبی که آشنا شدم و این تجربه خیلی بدم که راجع به فیلر زیر چشم داشتم، به خودم گفتم که الان وقتشه که تو یه کرم دور چشمی رو طراحی کنی که آدمو نخوام برن فیلر بزنن، بیان این کرمو بزنن تیرگی دور چشمشون رو ببره. یه کرمی باشه که این تیرگی دور چشم رو ببره، آقا خلاص راحتمون کنه دیگه، فیلر نخوایم تزریق کنیم. این شد که من این کرم دور چشم جادویی رو طراحی کردم. اولا که کاملا گیاهیه، هیچ دارویی توش نیست، کاملا کازمتیک گیاهیه و فوق‌العاده عالیه و منو نجات داده. حالا اگر مشخص باشه هیچ تیرگی دور چشمم ندارم به خاطر ویتامین C و کافئینی که داره و اکتیوهای گیاهی که داره، هم خاصیت ضد چروک و آبرسان هم داره. این کرم دور چشمو حالا هم برای دور چشم میتونی استفاده کنی، هم به پوست لبت به عنوان یه بالم لب میتونی بزنی، هم به خط خندت میتونی بزنی که عمیق‌تر نشه. یعنی یه کرم و 3 تا کار جادویی کنار هم. این ویدیو 3 تا از اصلی ترین و وحشتناک ترین مشکلات زیبایی من بود که فکر میکنم شاید برای خیلی از شما هم پیش اومده، ولی اگر شما مشکلات دیگه‌ای باز راجع به پوست و موتون دارین اینجا برام کامنت کنین که راجبش با هم بیشتر صحبت کنیم و ممنون میشم ازتون. اگر از این ویدیو خوشت اومد و دوستاتون درگیر این مشکلات هستن، این ویدیو رو برای اونها هم بفرستین تا یاد بگیرن.